بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز شمایان را با زینب دختر جحش شناس میکنم، زنی که نکاحش با پیامبر از بالای 7 طبقه آسمان خوانده شده بود. بیایید ببینیم که این زن چه نقشی در حیات ما خواهد داشت و چه نقشی در حیات پیامبر مسلمان ها داشت. پیش از همه زینب مادرشان امیه دختر عبدالمطلب، یعنی عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشند و زینب جیان همان حمزه شهید و جیان همان عباس می باشند و این چنین خاله بچه و عمه بچه حضرت علی و زبیر ابن عوام. زینب از نفرانی بودند که اول شده مسلمان می شوند، به حبشه هجرت می کنند همراه اهل عائله، بعد از آن به مدینه هجرت می کنند. وقتی زینب به مدینه هجرت می کنند، خیلی زیاد مردان آبرومند مسلمان خواستگار زینب می شوند و خواهر زینب همنه که خیلی خواهر خودش را دوست داشت و نزد پیامبر می آید و می گوید پیامبر الله، شما پسر تقای ما هستید یا پسر دایی ما هستید، ما می خواهیم در مسئله شوهر کردن خواهرم شما ولی باشید و بگوید که از این همه خواستگار برای زینب ما کی را انتخاب کنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر از من بپرسید من میگویم زید را انتخاب کنید، در حالی که خواهران عزیز زید یک برده آزاد شده بودند. اگر قصه زید پسر حارثه را خوانده باشید، زید در کودکی برده بودند. وقتی فروخته می شوند حضرت خدیجه می خرند و به شوهرشان محمد هدیه می کنند و وقتی که پس از مدت پدر زید پیدا شده می آید و می گوید این اصلا برده نبود، این رو دزدیدند و فروختند، پیامبر می گویند زید آیا پدرت رو انتخاب می کنی و یا مرا؟ و زید میگوید من محمد را قبول میکنم، محمد را انتخاب میکنم، چون خیلی مهربانی از پیامبر دیده بود. و پدرش میگوید وای بر حالی تو که بردگی را به آزادی اختیار کردی. و بعد از این پیامبر میگویند از این به پس زید برده من نیست بلکه پسر من هست، که همه زید را پسر محمد میگفتند تا اینکه آیت های تبنی نازل شد که هیچ کس را هیچ پسر خوانده نمی شود پسر شما باشد، او یا برادر شما است یا مولای شما است، هرگز پسرم نگوید برای آنکه او پدر خود را دارد بلکه برادر شماست. همین طور زید اگر به قصهشان نگاه کنیم یک غلام آزاد شده بودند، اگرچه اصلشان پیشتر آزاد بود و این برای خود عرب ها، علل خصوص عرب هایی که مثل زینب خیلی نسبی بالا داشتن، یک ننگ بود که یک زنی آزاد و آن هم ثروتمند و با آبرو زنی یک مولا شود، برده که آزاد شد. و البته برده وقتی ببخشید مولا یعنی برده آزاد شده وقتی میمیرد مال و ثروتش را همون نفره میگیرد که او را آزاد کرده است، اگرچه برده آزاد شده باشد هم یک مقدار اثرهایش میمون. و همین طور وقتی زینب میشنوند که پیامبر گفتند که زینب با کسی ازدواج نکند، با همین زیدی که مولای من بود یا برده آزاد کرده من بود ازدواج کند، دیگر دودشان به فلک میبراید، داد و فغان میکنند، ناراضگی میکنند و پیامبر هم حتی ناراضگی اظهار میکنند که چگونه میتوانم من یک زنی آزاد با آن همه زیبایی و با آن همه آبرو و ثروتمند هم بودن پدرشان با یک برده آزاد شده ازدواج کنم. ولی در این وقت پیامبر وقتی چیزی نمیگویند آیت های از سوره احزاب نازل می شود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الله میگوید نه یک مؤمن یعنی مرد، نه یک زن مؤمن، برای آنها هرگز درست نیست، نباید آنها وقتی برای آنها الله و پیامبرش کسی را یا چیزی را انتخاب کرد آنها بگویند که نه من این رو میکنم اون رو نمیکنم. وقتی الله و پیامبر چیزی را گفت شما سر فرود بیاورید. و زینب وقتی این آیت را میشنوند همان آیت 36 سوره احزاب همانو میگویند من دیگر تسلیم هستم به امر الله و رسولش، اگر الله و رسولش این ازدواج را به من امر کنند من هم دیگر اختیار ندارم، چون الله
آیت نازل کرد. انا بعد از این با اینکه پیشتر هرگز نمیخواستند و تفاوت اجتماعی زیاد بین هر دوی اینها بود، زینب با زید ازدواج میکنند. ولی البته ازدواج هایی که در آنجا زن و شوهر خیلی از هم دیگر در طبقه زندگی فرق کلان دارند، آنقدر موفق نمی شود. پس از مدت زید به نزد پیامبر می آیند و میگویند پیامبر الله، من دیگر خسته شدم از زینب، زنی که هرگز قبول ندارد که من دیگر آزاد هستم، زنی که همیشه با آبروی خود، با آزاد بودن خود و این چنین با اینکه من پیشتر برده بودم مرا طعنه میزند، من میخواهم از او جدا شوم. و ببینید که کرامت یک مرد را، یعنی مردی که در اصل پیشتر برده بود، وقتی زنی او بالای او کمی زبان درازی میکند که البته در تمام زنها این چیز هست و هرگز این را عیب گفته نمیشود، چون هرچی باشیم انسان هستیم. و پیامبر میگوید حالا دختر عمه شما باشد، حالا اگرچه الله و پیامبرش این نکاح رو خواسته باشند، ولی من وقتی اذیت میشوم در درون خانه و تحقیر میشنوم، من میخوام از او جدا شوم، مرا از او جدا کنید، اجازت بدهید طلاق بدهم. ولی پیامبر میگویند امسک علیک زوجک و واتق الله، نه زید، همسرت را محکم بدار، هرگز طلاق نده، از الله بترس، جدا نشوید شما. و این چیز دوام میدهد. زید یک بار نه، دو بار نه، بر دوام اومدن میگیرن که پیامبر الله، من نمیتوانم، زندگی ما دیگر به جهنم تبدیل شد، ما در خانه خیلی مشکلی داریم. و ببینید که عزیزان، اگرچه هم زید هم زینب دو نفری هستند که صفت ایمان در ایشان هست و الله شهادت میدهد و در سوره احزاب در بارشان گپ میرود که یکی مؤمن و دیگری مؤمنه هست، گاهی میشود که در زندگی زن و شوهری با هم راست نگیریم، هرچه اهل تقوا و اهل علم یا اینکه اهل ایمان باشیم هم گاهی میشود که زن و شوهر با هم راست نمیگیرند و آنها باید از هم جدا شوند، که در این وقت نباید بگوییم که مرد طلاق داده یا زن طلاق خورده بد است، بلکه آنها ساز نگرفتند یا اینکه با هم هرگز موافقت کرده نتوانستند. انا وقت زید بارها آمده از پیامبر طلب میکند، بعد از این آیت 37 احزاب نازل می شود که ای پیامبر الله، وقتی زید از تو طلب می کند که باید جدا شود و تو هم در قلبت یکی گذرانده بودی که شاید زید طلاق دهد، خودم گیرم، چون که زینب خیلی زن زیبا بودن و عزیز هم بودن، تو اجازت بده زید طلاق دهد و تو زینب را بگیر. و حتی آیت نازل می شود که فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، وقت زید او را طلاقش را داد، ما او را به نکاح تو در آوردیم. نگاه کنید، الله الکی چی گفت؟ ما زینب را به نکاح تو پیامبر در آوردیم وقتی زید جدا شد. و وقتی باری آخران زید می آید و به پیامبر می گوید که پیامبر الله، من چیکار کنم، به من اجازت دیگر نمی توانم زندگی کنم، پیامبر می گویند ابشیر، بشارت با تو را و زینب را، برو و به زینب این آیت ها را برسان، یا برو و به زینب بگو که دیگر الله تو را به نکاح محمد در آورده است و تو دیگر از او، یعنی همسر من نیستی. و این را می آیند و زینب از زید به همسرشان میگویند و در روایت آمده است که وقتی میبینند که زینب داشتن خمیر میکردن و خیلی مناسبت هر دویشان بد بود، دیگر میگویند از همدیگر جدا شدیم، آیت ها در شأن تو نازل شد و پروردگار اجازت داد که من و تو از هم جدا شویم و تو همسری پیامبر شوی. انا همین طور به نکاح، به ولی، به مهر، با یک آیت که یحکم ما یشاء و یقضی ما یشاء، چیزی را خواست حکم میکند، چیزی را خواست قضاوت میکند، الله بین زینب و محمد صلی الله علیه و سلم عقد نکاح میبندد و زینب همسر پیامبر میشوند. و با برکت ترین توی زینب بود که حتی انس ابن مالک میگویند تا 300 نفر گوشت و نان و شیرینی، خوراک مثل شیرینی که مادری من پخته بود، مردم میخوردن، 10 نفری و میرفتن، هنوز تمام نمیشد که این برکتی ازدواج زینب و پیامبر بود. و در اینجا حضرت عایشه حدیث خیلی زیبا دارن، حدیث در صحیح هست که میگوین یگانه از زنهای پیامبر بالای من به گفت خودمون کمی خودش را بالا نمی گرفت
مگر زینب که همیشه میگفت نکاح تو را پدرت کرد، نکاح مرا الله کرده است. و از اینکه او را پروردگار خودش با آیاتهایش به نکاح محمد درآورده است، بالای من فخر میکرد و خود را بالا میگرفت. من هم چیزی گفته نمیتوانستم که این حقیقت داشت. همینطور زینب اگرچه همراه زید مشکلی های داشتند و زید هم مشکلی داشتند که نخواستند خودشان جدا میشوند، سپس با پیامبر ازدواج میکنند، آن هم با نزول آیت ها. و در زندگی پیامبر وقتی ازدواج میکنند عجب زنی بودند. زیادی از آیت ها درباره مهمانی، درباره این چنین از پس پرده صحبت کردن. آیتی که در آنجا لما تحرم ما احل الله لك میگوید الله، آیت های تحریم، سوره تحریم، حتی اول صفحه‌اش درباره قصه که بین زینب و بین پیامبر شده بود نازل می شود که خیلی قصه های طولانی است. الان نمیخواهم درباره صحبت کنم. و وقتی که زینب به خانه پیامبر می آیند، شبها در نماز و روزها در صدقه بودند. حتی حضرت عایشه می گویند من زنی را مثل زینب ندیدم. با دستانش می دوخت و می بافت، آن را می فروخت و صدقه می کرد. اگر بقیه زنها انتظار کمک شوهر هستند که به من شوهرم پول دهد من صدقه می کنم، این زنی بود که انتظار این چیز هم نمی شد. خودش می بافت و می گفت من این را می بافم، می فروشم و صدقه می کنم. و حضرت عایشه می گویند من در حیرت مانده بودم از این خیرات زینب و از نمازهای زیادی که او میخوان. و حتی در طبرانی آمده است خطا نکنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم باره به حضرت عمر میگویند عمر میدانی زنی من زینب اواهه هست. و عمر میگویند پیامبر الله اواهه یعنی چی؟ حضرت پیامبر میگویند همیشه در نماز است، در حالت دعا هست و با یک خواری و زاری به پروردگارش مناجات میکند که در کسی نمیبینی. و براستی که من این زن را از اواهگان دیدم، از زنهایی که با تمامی تضرع، با تمام ذلت، با تمام قوت عبادت میکند. و حتی وقتی راست ایستاده خسته میشدند در خانه ریسمان بسته بودند که به آن را میقپیدند و نماز را دوام میدادند. و سنگچه ها را به خانه جمع کرده آمدنشان هم هست که من تا اینکه فراموش نکنم ذکرهایم را باید با شماره این سنگچه ها حساب کنم. و چیزی دیگر این است که زینب وقتی در زمان پیامبر اینقدر خیر و سخاوت داشتند و حتی همسران پیامبر میگویند که کسی را ندیده بودیم که اینقدر فرسوده حال باشد، اصلا به لباس خود اهمیت نمیداد و جای زیستی خود اهمیت نمیداد، اما صدقه هایی که او میکرد، خیراتی که او میکرد همه را در حیرت گذاشته بود. حدیث در صحیح مسلم است، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم باره میگویند از بین شما اونی که دستش درازتر است زودتر به من میرسد. یعنی پس از مرگ من اونی که به من زودتر به نزد من می آید و می میرد همانی هست که دستش درازتر است. وقتی زنهای پیامبر دستی که دراز میگویند از آنجا می براید که معنای دست درازی زیاد سخاوت کننده، اونی که با دست درازش دستی بیچارگان رو میگیرد. و در حقیقت اولین زنی پیامبر بودند که پس از پیامبر وفات میکنند، آن هم سال 20 هجری. و بعد از وفات پیامبر هم خیلی قصه های عجیب دارند. اولش این است که وقتی دیگر زنها به حج می رفتن می گفتن نه پس از مرگ پیامبر من نمیخوام از خانه برایم. دویومش این است که وقتی در خلافت حضرت عمر بودن، بار حضرت عمر خیلی زیاد از مقدار تنگه ها رو میفرستند و تمام آن رو گرفته در یک بارگی صدقه میکنند و میگویند من نمیخواهم که عمر به من زیادی از این مال دنیا بفرستد که خیلی فتنه است. و وقتی همش رو صدقه میکنند عمر 10 برابر باز میفرستند، میگویند ام المؤمنین زینب من شنیدم که تمام تنگه ها رو صدقه کردی، این هم در پیش من سهم تو بود، برای تو گذاشتم. وقتی تنگه های زیاد رو میبینند زینب گریه کنان دعا میکنند که پروردگارا نگذار از این به پس به خانه من این مقدار تنگه و طلا بیاید، چون این پول ها همش فتنه است، مال دنیا انسان را به فتنه گرفتار میکند. نگذار من بعد از این سال باز پول های دیگر را ببینم، بگذار که من زودتر به نزد تو روم، زودتر این دنیا را ترک کنم. نگذار که مال دنیا مرا فریبد یا اینکه مال دنیا را دیده من دیگر از آن عبادت و از آن زندگی خاکسارانه که داشتم
راه دیگری رو انتخاب کنم و دعای زینب اجابت می شود. مدت بیمار می شوند و پس از 1 سال وفات می کنند که آن آخرین کمک و یا هدایای عمر به زینب بود. و عجیبش این است که در کتاب های سیر وقتی در بارشان می خوانید اونجا می گویند که وقتی زینب بیمار بود عایشه و حفصه و ام سلمه نگاه و بینش می کردند، در بستر بیماری همراهش بودند. و اگر به زندگیشان نگاه کنید بعضا کمی جنگ و جنجال بین زنهای پیامبر رو میبینید، کمی گپ گذرانیدن، کمی مشکلی ها و چخیلی که حضرت عایشه میگن زبانش درازتر بود، کمی بالای من به گفت خودمون کتگی میکرد که نکاح مرا الله کرده است. ولی ببینید که این زن وقتی بیمار میشود اینها میروند و بیمار بینی میکنند. پس نباید که یک مشکلی های کوچک در ما هست انسانیت ما را از بین ببرد. و چیز دیگر این است که بعد از وفات زینب حضرت عایشه میگویند من کسی را بهتر از او ندیده بودم، چی در عبادت، چی در سخاوت و چی در راست قولی و عدالت. وقتی درباره من تهمت شده بود که درباره تهمت عایشه الکی من به شما نوا روان کرده بودم، حضرت عایشه میگویند حدیث در بخاری هم هست، وقتی درباره من تهمت شده بود دهان تمامی زنهای اطراف هم به این تهمت آلوده شدند. ولی وقتی پیامبر زینب رو میپرسند که درباره عایشه چی فکر داری، میگویند احمی سمعی و بصری، پیامبر الله من چشم و گوش خود را حفظ میکنم، لا اعرف منها الا خیرا، بجز خیر چیزی درباره عایشه نمیدونم، هرگز نمیگویم که تهمت راست است، من فقط خیر از عایشه شنیدم، من میدونم که اون زن اهل تهمت نیست. انا این بود صفت زنهای مؤمنه، یعنی 2 نفر به گفت خودمان زن 1 نفر هستند ولی در وقت تهمت میترسند از الله، زبان خود را باز میدارند. و عجیبش این است که پس از مرگ زینب تمام همسران پیامبر حدیث هایی که دارند میگویند ما زنی را مثل او ندیده بودیم. و حتی پیش از مرگ خود نصیحت کرده بود که من برای خود الکی کفن خریدم، من کی هاست انتظار مرگ هستم. اون هم وقتی وفات میکنن فقط 52 سال عمر داشتن، یعنی اونقدر پیر و فرتوته نبودن که الکی انتظار مرگ شوند. زنی 52 ساله میگوید عایشه، سوده، ببخشید ام سلمه، حفصه، همسران پیامبر، بدانید که من برای خود کیها کفن گرفتم، من کیها آماده رفتن هستم. یکی اگر عمر مهربانو کرد و به من کفن فرستاد، اون کفن را و بقیه بعضی چیزهایی که من از اون استفاده میکردم پس از مرگم صدقه کنید. من نمیخواهم چیزی در خانه ام بماند، هر چی که هست اون را به مساکین و بیچاره ها بدید. و همین گونه زینب وفات میکنند سال 20 هجری در خلافت عمر و جنازه اشان را عمر خطاب میخوانند و برادرشان عبدالله و دیگر فرزند ببخشید و برادرانشان و محرم هایشان در گرانیدن زینب کمک میکنند. و عمر میگویند هم در تکفین زینب، هم در شستشویش و هم در بیمار بینیش من میدونم که بقیه امهات المؤمنین یعنی همسران پیامبر مشارکت داشتند، هرگز او را تنها نگذاشته بودند. این بود خواهران عزیز قصه از قصه های همسر پیامبر زینب دختر جحش. میبینیم که یک زن در زندگی خود مطلقه یعنی طلاق خورده بود و این چنین کمی از مشکلی های زبان هم داشت که اینقدر زید آمده شکایت کردن، اما چقدر به امثال کوه ها نیکی ها داشت و به اخلاقش اگر نگاه کنیم از این طرف به عبادت و به سخاوت و اینقدر دلماندگی از دنیا که یک زن پیشتر از مرگش چقدر اون هم زنی که اونقدر پیر نیست کفنش رو آماده کند، باز دعا کند که پروردگار من میخوام زودتر به نزد تو بروم تا اینکه دنیا مرا با این مالی که به خانه من آمده ایستاده است نفریبد. و میتوانیم حتی یک تا از خصلت زینب را برای خود بگیریم، فقط یک تاش را، یا از سخاوت، یا اینکه ترک دنیا، یا اینکه از عبادت ها، تا بتوانیم که ما هم مثل یک زن زندگی کنیم که هرگز ترس از مرگ نداشته باشیم، بلکه دعا کنیم که پروردگار نگذار که مال دنیا و زیب و زینت دنیا ما را براه ببرد که هم تو را فراموش کنیم هم خود را فراموش کنیم. این بود قصه امروزه من با شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.